و جلسه پنجم خوش آمدید. جلسه پنجمین ما راجع به حروف مده و حروف لین است. خب عزیزان گرامی، یک موضوع بسیار 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 مهم آل شما را میفهمانیم. حروف مده را چرا حروف مده میگویند؟ کش کرده خوانده میشه. موضوع کش کردن که آمد، موضوع مد مطرح میشه. موضوع چی مطرح میشه؟ مد. مد از موضوعات است که در کتب تجوید ما بسیار یک مبحث طولانی و سخت است. او روز یک کتاب به ما کسی آورده 26 نوع مد را چی کرده بود. آیا این ممکن است که یک طفل 4 ساله او را یاد بگیره؟ ممکن نیست. فلهذا بخاطر حل مشکل مد، بدون مد تلاوت قرآن صحیح نیست. فهمیدی؟ لیکن به این اوجه مختلف او از توان یک شاگرد خرد، حتی از کلانه از توان اینم بالا هست، فقط متخصصین او را چی میکنه. فلهذا این موضوع مد اینطور حل شده که حروف مدی را شما فهمیدین که صدای او از صدای عادی کمی کش کرده خوانده می شود. فهمیدین؟ و به شما گفتیم که معیار کمی چی هست؟ معیار او زبان استاد است، تلقی هست. ما فهمیدین نی؟ مو می شو از زبان شما یاد میگیره. بعد از او مد را ما به 2 قسم تقسیم کردیم. ما در قرآن کریم 2 قسم مد داریم. از اینجا یکیش خویی است و یکیش ای است. علامات مد که است در قرآن کریم به این 2 شکل است. شما ای را دیدین در قرآن کریم؟ خداوند اجر نصیب کنه به کسایی که این علامات را وضع کرده و این چاپخانه ها که به این قسم چاپ کرده. کار آسان شده. بجای این مبحث طویل و عریض ما مدها را به 2 بخش تقسیم کردیم. یک را مد وسطی نامیدیم. امی مد که هست ای را مد وسطی گفتیم، مد و یک را مد بزرگ نام گذاشتیم. مد ای کدام مد است؟ و ای کدام مد است؟ و ای خو این مد وسطی را ما چرا وسطی گذاشتیم نام؟ ای به این خاطر که در بین حروف مدی و در بین مد بزرگ است. یعنی از حروف مدی بیشتر کش میشه و از مد بزرگ کمتر. به این خاطر نامش چی گذاشتیم؟ مد وسطی. و این مد بزرگ چرا نامش گذاشتیم؟ به خاطر که از مد وسطی هم زیاد کش میشه. با امی 2 جمله عزیزان گرامی شما موضوع تمام مدها را حل میکنید. فهمیدین نه؟ از مد متصل و منفصل و کلمی و حرفی و عارض للسکون، چی مد لازم و انواع و اشکال موجود. شما حروف مد را تدریس کردین که او از صداهای عادی کمش صدایش بیشتر کش میشه. بعد از او این علامه را که شما دیدین نشان میتین به شاگردا که ای را از حروف مدی بیشتر کش کنین و این علامه را نشان میتین یا این علامه که ای از مد وسطی بیشتر کش کرده خوانده میشود. آل بیشتر چی هست؟ او به تلقی هست. استاد که یاد گرفت امو قسم به شاگرد نگوین که به اندازه 5 الف و به اندازه 4 یک گپ را نگوین. 5 الف را شما هم نمیفهمین و از سر اونا یاد میگیرین و ممکن نیست. و امی طور تا اخیر شاگرد ما گنگ سمی طور روان میباشه، نه تا اخیر 5 الف را شناخته و نه 4 الف را شناخته. عزیزان گرامی، یکی از موضوعات روحانی قرآن کریم که باید به او اهتمام شود خود خواندن و تلفظ نمودن لفظ الجلاله هست. الله، همه بگوین الله الله.
این نام بابرکت در قرآن کریم بسیار زیاد ذکر شده. این طور صفحی نیست که او این نام مبارک نباشه، بخاطر اینکه کلامی او است. گاهی من حیث مخاطب صحبت و کلام میں فرمایا، گاہی با صیغہ غائب و گاہی با صیغہ متکلم، یعنی چونکہ کلام الہی هست فلہذا این نام بابرکت کثیر الاستعمال است. اگر ای را کسی در تلاوت قرآن کریم نادرست بخواند، زیبایی تلاوت از بین می رود. و قاعده آسان این است که اگر پیش از این لفظ پیش و یا زبر آمده باشه پر خوانده میشه، و اگر از این پیش زیر آمده باشه او باریک خوانده میشه. فاتح صاحبی صدا بسیار بلند است. صحیح است؟ خود صحیح است. و این قاعده را اگر در اول شما فهمانده توانستین تا آخری رسی میخوانه. یکی از مشکلات تلاوت امروزی ای است که جایی که پر خوانده میشه اونجا مردم باریک میخوانه. چندین مساجد را ما شنیدیم که امام صاحب میگه الله اکبر الله اکبر، غلط است. و جایی که باز باریک خوانده شود بسیاری جای شاید شما شنیده باشید میگویم بسم الله الرحمن الرحیم، همینطور میخوانند، در حالی که بالعکس است. پس این مثالا را تکرار کنین همراه ما. والله نار الله هو الله امر الله ان الله يريد الله سبحان الله ناقة الله قال الله رسول الله رسول الله إلا الله نصر الله. در همه مثال ها شما ملاحظه میکنین که پیش از زمین لفظ لام الله یا زبر آمده و یا پیش آمده. و به تمرین و داها مثالای دیگر شما میتوانید که شاگرد خود را این موضوع بفهمانید و بسیار مهم است. بعد از یک موضوع دیگر که در مصاحف چاپ شده ما شما ملاحظه میکنین که در بین دو کلمات یک الف می باشه و زیر او یک نون خرد نوشته می باشه و او دارای صدای زیر می باشه. نون خرد در اصطلاحات تجویدی به این نون قطنی گفته میشه و در کتب تجویدی یک تعریف مشکل دارد، طویل دارد که قطنی از قطن گرفته شده و قطن چرا میگوید؟ پشم پختره و بعض از او تار جور میشه و از این تار که جور میشه بعض تار خود چرا پینه میکنه. به این خاطر شما به این تفصیل هیچ ضرورت نداریم، بخاطر که این کلمات این زیاد آمده در قرآن کریم که شاگرد شما او را درست بخوانه فقط با مو اندازه برشان میفهمانین که زیر الف یک نون کوچک نوشته می باشه، او زیر داره. هر وقت که شما او را دیدین در حالتی که وقف نکردین او را میخوانین. بسیار آسان، به او تفصیل ضرورت نیست چون که او از سویه طفل و شاگرد خرد بالا و هدف ما ای است که ما با متدهای آسان با اسالیب آسان یک موضوع را به اونا بفهمانیم. اول سوال از شما ای است که غنه چی است؟ اصلا تعریف غنه ای است که اول ای صدا اونجا داخل کرده میشه و یک مکس یک لحظه اونجا میمانه، بعد از اونجا ادا میشه. فهمیدین؟ برده میشه ای صدا
بعد از او یک لحظه نگهداری میشه. امو لحظه که نگهداری میشه در امونجا اصل تغنی میشه. فهمیدین؟ ای به این معنی است که این صدا را که ادا میکنین این کام اونجا یک مکث میکنه، یک لحظه اونجا میمانه و از امینجا است که در صدا زیبایی پیدا میشه و این صدا و این زیبایی در تلاوت مطلوب است. در تلاوت قرآن کریم زینوا اصواتکم بالقرآن یحسنوا اصواتکم در آثار که آمده و تغنی آمده که در وقت قرآن خوانی تغنی یعنی صدای خود را چی بسازین؟ زیبا بسازین. این کلام زیبا است، بس صدای زیبا بایدی خوانده شود. البته در زیبایی صدا کوشش شود لیکن دی تصنع نشود، بسیار تکلف و تصنع. موضوع دیگه ای است عزیزان گرامی که غنه در کجا صورت میگیرد. اصل این موضوع هست و این موضوع تفهیم موضوعی بسیار زیاد مهم است زیرا که احکام غنه کثیر الاستعمال است در قرآن. فلهذا شما او موارد را تفهیم میکنین جایی که غنه صورت میگیرد. اولین موارد میم و نونی که بالای او علامه چی داشته باشه؟ شد را خو اونا فهمیدن، جور کردن. در قرآن کریم در هر جای در دو کلمه، در دو حرف، در یعنی حرفی که از دو کلمه که از دو حرف جور شده، از سه حرف، از چهار حرف، میم مشدد یا نون مشدد اگر دو آمد دو غنه میشه. این مثالا را بخوانین همایتان. یک لحظه بخوانین، بینیایتان را کمی بگیرین بخوانین، محکم بگیرین. آله بخوانین، محکم نگرفتین. اگر شما بینیتان بگیرین و بخوانین اصلا خوانده نمیشه، زیرا که ما تعریف غنه کردیم که او بله صدا که برده نشوه و اونجا نگهداری نشوه غنه ادا نمیشه. آله بخوانین، بینیتان را رها کنین، آله نگیرین. آله بخوانین. صدا و پرکتس او شما او را تجربه کردن که صدا است از بینی چی میشه. البته این نگهداریش بای متوجه باشین. مثلا ان لکن بقدر بسیار زیاد دراز هم نشوه، بسیار زیاد دراز، لیکن به او اندازه که غنه صورت بگیره باید به او اندازه کرده شوه. با یک مورد بود. مورد اول چی بود؟ نون و میم دای چی میشه؟ مورد دیگه که تقریبا تمام احکام اربعه را گرفته، اخفاء، اظهار، ادغام و اقلاب. او ای است که هرگاه که تنوین را یعنی که حقیقتا او نون ساکن است بعد از او 8 حرف بیاید دو غنه نمیشه و کل حروف صدادار چند تا بود ما شما که اتفاق کردیم؟ بله 28. از 28 حرف که 8 بکشن چند میمانه؟ چی؟ چند؟ و 30 شنیدیم 20. یعنی معنیش این است که بعد از او ایش بر علاوه از این 8 حرف
هر حرف دیگه که آمد دو غنه میشه. این 20 حرف حروف ادغام را هم در بر گرفته، حروف اخفا را هم در بر گرفته و حرف اقلاب را هم در بر گرفته. فهمیدین؟ یعنی شما احکام اربعه را فقط در این جمله برشان تفهیم کردین که 28 حرف را خونا فهمیدن، از او 8 حرف را نفی کنه، 6 حرفی که از حلق او را فهمیدن، در حلق نهی را باسه و 2 حرف دیگر لام و را. 6 و 2 چند شد؟ این 8 حرف را از 20 حرف نفی کنه، در این 8 حرف غنه نمیشه، در بقیه 20 حرف غنه میشه وقتی که بعد از نون ساکن و تنوین واقع شود. فهمیدین این موضوع را؟ این موضوع را فهمیدین؟ یک بار دیگر جواب ندادین، شما یک بار دیگر میگویم، شما گوش کنین این را بفهمین. حروفی که صدا داره چند تا هست؟ از 28 حرف 8 حرف نفی کنین، چند تا میمانه؟ دامی 20 حرف بعد از نون ساکن بعد از تنوین که بیاید دو غنه میشه که حروف ادغام و اخفا و اقلاب همه را در بر گرفته و دا اظهار خوبه و غنه نمیشه. یعنی 8 حرف را اگر شما تعلیم دادین که همزه ها عین و حا و خا هست و لام و را هست، یاد گرفتن 8 حرف آسان است، از این که 6 حرف ادغام را جدا یاد بگیره و 15 حرف اخفا را جدا یاد بگیره. فهمیدین؟ او بری اونا مشکل هست. با این شکل شما موضوع غنه را مکمل حل میکنین. خب بعد از نون ساکن و یا تنوین اگر حرف با بیاید دو شامل است در حروف بیستگانه، لیکن چون که اینجا یک حکم خاص را داره که او به میم مبدل میشه، به میم، و به وقتی که به میم تبدیل شد او هم غنه میشه. ببینین نون نوشته هست لیکن شما نون را نمیخوانین، مکمل ایر میم میخوانین، ان نمیخوانین، و وقتی که میگوین غنه صورت میگیره. بعد از میم ساکن اگر حرف با و حرف میم بیاید دو هم غنه میشه. اول خو میم ساکن برشان میفهمانیم که میم ساکن چی یعنی این قسم. بعد از اگر حرف میم بیاید یا حرف با بیاید دو هم غنه میشه. شما این مثالا را بخوانین. یعظکم به، البته بعد از میم ساکن اگر حرف با بیاید دو وجه است. از قراء معاصر مانند شیخ خلیل الحصری، الصدیق المنشاوی و با امی پای قراء که هست، از اینا هم اخفاء آمده که را باز اخفاء شفوی گفته میشه. یعظکم به، اخفاء به این معنی که لبها چسبانده نمیشه و کم یک فرجه میمانه. یعظکم به، ای هم صحیح است و اظهار میم هم صحیح است. یعظکم به، اردو وجه آمده و اردو صحیح است. شما کدام یک میکنین؟ اخفاء میکنین عموما، اخفاء شفوی. و اخفاء شفوی به امی خاطر برشان میگوید که چون که میم از حروف لبها است، به این خاطر میگوین که نون مخفا میشه لیکن نه در بینی میم بلکه در لبها چی میشه. عزیزان گرامی، تکرار این نشست ای هست مختصرا که شما تنوین را فهمیدین، حقیقت تنوین را هم فهمیدین و غنه را هم فهمیدین، حقیقت غنه را هم فهمیدین و ای را هم فهمیدین که غنه کجا صورت میگیره و با امی شکل آسان شاگرد شما امی مبتدئ هم ای را فهمیده میتانه. بعد از او جایی که اخفا میشه، جایی که در حقیقت در اخفا اصلا مطلوب غنه هست،
فهمیدین؟ در ادغام، در اقلاب و به این شکل بدون استخدام اصطلاحات شما توانستین که موضوع غنه را به اونا بفهمانین. ای اصلا ای احکام اربعه بخاطر تفهیم غنه و عدم غنه ایجاد شده. فهمیدین؟ غنه و عدم غنه، چون که او به تلاوت چی داره. عزیزان گرامی، در نشست هفتم و اخیری شما را خوش آمدید میگویم. نشست اخیر ناظره قرآن کریم، اخیرین موضوعی که برای تصحیح تلاوت و روخانی قرآن کریم مانده و بسیار لازم است، او موضوع وقف است. وقف چی است؟ نشانه های وقف چی است؟ و بعضی از قواعد مختصر وقف چی است؟ ایرا ما شما میخوانیم. و شما بگوین وقف چی هست؟ بله؟ ما وقف هستیم و شما وقف نیستین. بله؟ بند کردن چی یعنی؟ بله؟ قطع کردن صدا، صوت، تنفس در وقت تلاوت، امین منظور شما هست. وقف امین هست. یعنی وقت شما تلاوت میکنین یک جای استاد میشین در تلاوت. این بسیار زیاد مهم است. تلاوت، در تلاوت در یک مثال پشتم روا باشه. چیست؟ ایره بخوانین. ودریگا مکینا. آلی بخوانین. ودریگا ما کینا. ای چی فرق شد؟ اولیش بود که اسلام باش نشی و دیگیش که نشو. یعنی چی شد یعنی؟ بالعکس اولی شد نه؟ یعنی شما ببینین که در وقف، در جایی که شما وقف میکنین گاهی معنی بالکل معکوس میشه. شما ایره میگوین ودریگا ما کینا، ودریگا ما کینا یعنی امر شد. لیکن اگر شما بگوین ودریگا مکینا، جمله یک جمله هست، لیکن در وقف شما دیدین که معنی سرچپه شد. به این خاطر اهمیت وقف بسیار زیاد مهم است. و ما شما عجم مشکل ما ای است که عربی را نمیفهمیم و ای را هم نمیفهمیم که کجا وقف درست است و کجا نادرست است. ای را نمیفهمیم. فلهذا علمای بزرگواری امت یک خدمت را انجام داده که بعضی از نشانه های وقف را تعیین کردن و در جاهای مختلف در وسط آیات ماندن و هر نشانی معنی خاص خود را دارد. لیکن یک مشکل دیگه اینجا پیش آمده. او مشکل این است که با مرور زمان و با اجتهاد مجتهدین این علامات به قدر زیاد شده، با اندازه زیاد شده که یادگیری او و یک مبتدئ مشکل است. به منتهی مشکل است. یعنی از 20-25 علامه زیاد است. و در بعض جای شما مثلا یک عالم یک جای مناسب دیده که اینجا وقف شود و یک مطبعه امو وقفی او را چاپ کرده، یک کسی دیگه باز دیده که اینجا وقف نشود، مطبعه وقف نکردن او را امرش چاپ کرده. یعنی در عین یک جای میبینی که یک لام نوشته هست و صادم نوشته هست. گیچ میشه نمیشه بگیم. فلهذا بخاطر حل مشکل که وقفم صورت بگیره و درست صورت بگیره و تلاوتم درست شوه، دایی سیستم با یک طریقه بسیار آسان تفهیم شده این موضوع. اول
اول خوی چی است؟ اشاره های ترافیکی. به چی ای به چی خاطر است؟ خاطر استاد شدن و رفتن و آمادگی عبور برای لیکن در افغانستان نه، در دیگه جای اشاره سرخ است و ڈرائیور هیچ نمیبینه که ای سرخ است. فهمیدین؟ متاسفانه حالی کم کم چی شده، لیکن حالی ممی حالت است. در دیگه دنیای بسیار جرم بزرگ است، به خاطر اینکه بسیار خطرناک احداث مرتب میشه. یک جایی که نوشته است که نو پارکینگ و یک کسی بیاید اونجا موتر خود پارک کنه، جرم است. در شارع عام شما مکلف هستین که ڈرائیونگ بکنین، موتر را استاد نکنین، وگرنه پشت سر یک مخلوق یک عالم استاد میشه. اونجا مهم است. این به این خاطر است که شما در لابلای اشاره های ترافیکی اهمیت وقف را هم بیان کنین و این را هم بیان کنین که رد لایت که اصلی به خاطر چی هست؟ استاپ شدن هست. و گرین لایت این علامه چی هست؟ علامه حرکت است، مثل که شما اینجا میبینید. خدمت شما ما عرض کردم عزیزانم که علامات وقف بسیار زیاد است. جیم مسو، حام مسو، کاف مسو، صاد مسو، سیلی مسو، قلی هم مسو، بسیار زیاد است. طا هم است. درمیان این علامات زیاد اگر شما این 5 علامه را تفهیم کنین، 5 علامه که 4 علامه به خاطر استاد شدن هست، stop، و با اونا بگوین این علامات را که دیدین شما اونجا استاد میشین، وقف میکنین. و این علامه را اگر در وسط دیدین لا، در اونجا استاد نمیشین. این موضوع به او بسیار به آسانی ذهن نشین میشه و او را یاد میگیره. علاماتی که یا نشانه هایی که به خاطر استاپ شدن و استاد شدن است، یک این نشانه چی است؟ اختتام آیه است. آیه که ختم میشه ما شما یک دایره داریم و در بعض مصاحف در داخل دایره عدد آیات هم یعنی شماره آیات هم نوشته می باشه. با آیت وقف کردن این سنت هست. پس جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد امهات المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها می فرمایا که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با آیات استاد می شد، وقف می فرمود، خصوصا در آغاز نزول قرآن کریم و به زیاد اهتمام می فرمود تاکه مردم بفهمه که اینجا اختتام آیت است و آغاز آیت جدید است. الحمد لله رب العالمین، وقف. الرحمن الرحیم، وقف. و بامی قسم یعنی امو صفت تلاوت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم عمله. و از قراء سبعه بعضی از قراء مانند امام حمزه الکوفی به این نظر است که این ضرور است که به هر آیت مسلمان چی بکنه؟ وقف بکنه. لیکن بعد از اینکه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فهمید که آل مردم آیات را فهمیدن که اینجا اختتام آیات است، باز گاه بگاه وصل هم می فرمود بین دو آیات، معنی که اتصال می داشت، باز چی می فرمود؟ وصل هم می کرد. از امین جا است که اختلاف در عدد آیات قرآن کریم آمده. تعداد آیات قرآن کریم چی قدر است؟ آفرین، این مشهور غلط است. 6636 اصلا نیست. نمیفهم که این مردم از کجا گرفته. 6600 اصلا نیست. چی؟ 23 سال نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم مدت نبوتش و ششی طرف هیچ وقت غلط نمیشه. 6236. بس شما چرا 600 گفتیم؟ 6236 ما خو 600 شنیدیم.
نه 200 گفتی یا 600 6230 200 صحیح است. مشهور غلط 600 است. 6666 این او 4 تا 6 این بسیار مشهور شده، لیکن این عدد درست نیست. چیزی که خواهر ما گفتن اکثر آیات یعنی امو عدد اکثر امی هست 6236 لیکن 6232 هم آمده، 6227 هم آمده، 6217 هم آمده، 6214 هم آمده. یعنی به این معنی که در 6000 و در 200 اتفاق است. اختلاف که است بین 36 تا 14 است. چند آیات در وسط است؟ تفاوت بین 36 و 14 چند تا است؟ 22. امی 22 آیات دی تفاوت است. شما چی نظر دارین در مصاحفی که 6214 است؟ آیا دی 22 آیات کم است؟ بله؟ پس چرا عدد اینقدر است؟ آفرین، این صحیح جواب است. بعضی اوقات جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وصل فرموده و سامع ازی فهم یعنی تفهیم کرده که اینجا گویا که آیت نیست. فهمیدین؟ و او را یک شمار کرده، یک آیت شمار کرده. به این خاطر در عدد آیات این تفاوت آمده، وگرنه در اصل در تعداد آیات تفاوت نیست. در تعداد کلمات قرآن کریم، الفاظ و جملات قرآن کریم هیچ کمی وجود ندارد. لیکن دشمنان اسلام که در رأسشان امی مستشرقین است، یکی از نقدها و اعتراضاتشان است که هیچ قسم قرآن است. در بعض مصاحف شما 6236 است و در بعضی 6214 است، لیکن این هست. به هر حال عزیزان گرامی، آیت و علامه میم، علامه دوم علامه میم است. علامه میم به این معنی که نشانه وقف لازم هست. وقف لازم که لازما اینجا وقف میکنه. علامت میم. بعد از اون علامه طا، وقف مطلق. وقف مطلق به این معنی که مطلقا اینجا وقف کردن درست است. یعنی اگر کسی وصلم بکنه در معنی خلل نمی آید، لیکن مطلقا وقف کردن اینجا درست است. در معنی در حالت وقف هم خلل نمی آید. بعد از او جایی که شما در قرآن کریم دیدین که قف یا وقفه، فهمیدین؟ این علامه را که دیدین یا وقف، قف یا وقف یا وقفه، ای را که دیدین اینجا هم باید وقف بکنین. اینجا هم باید وقف بکنین. اگر این 4 جای نشانی آیت میم و طا و قف یا وقفه یا وقف، این 4 جای اگر شاگرد شما یاد گرفت و اونجا وقف کرد، تلاوت صحیح است. فهمیدین؟ و در وسط آیات اگر لا بیایا، لا، این معنیش است لا تقف. معنیش چیست؟ لا تقف، اینجا وقف نکو. عزیزان گرامی، مختصرا قواعد وقف با کلمه که شما وقف میکنین، اگر حرف آخر کلمه زبر داشت یا زیر داشت یا پیش داشت یا دو زیر داشت یا دو پیش داشت، شما وقتی که وقف میکنین او را ساکن میسازین. اگر شما با کلمه وقف بکنین که آخری او دو زبر داره،
در اون صورت ای به الف مدی تبدیل میشه یا به الف تبدیل میشه. مثلا افواجا، بابا، ملکن. فهمیدین؟ امی تنوین به چی تبدیل شد؟ اگر شما به کلمه وقف بکنین که آخری او تای مربوطه هست، ما و شما دو تا داریم نه؟ یک ای است و ای را که شما بسته بکنین از ای جور میشه ربط داده نه قسم. به تای مربوطه اگر شما وقف بکنین، اگر او زبر داشته باشه، زیر داشته باشه، دو زبر داشته باشه، دو زیر، دو پیش، فهمیدین؟ در تمام صورت او به چی تبدیل میشه؟ به هات. با کلمه که شما وقف میکنین و اخیری او مشدد هست، شد داره، شما وقف به سختی میکنین. فهمیدین؟ اگر شما با کلمه وقف بکنین که آخری او نون مشدد یا میم مشدد است، در حالت وقف صفت غنه به حالت خود باقی میماند. به این شکل عزیزان گرامی درس ما و شما به پایان میرسه. از همه خواهرای محترم و عزیز و بخصوص محترم مدیره صاحبه تشکر میکنیم که فرصت را مهیا کرده بودن. الله جل و علا شانه از همه ما و شما بپذیره، قبول فرماید و تمام اعمال ما را به خاطر رضای خود بگردانه. با اینجا درس ما به پایان میرسه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.